ملاقات جو بایدن با ولادیمیر پوتین که در نشست 16 ایون برگزار می شود به گمان است که در فضای دوستانه صورت بگیرد. آنها بار اخیر بیشتر از 10 سال پیش وقت بایدن نایب پرزیدنت و پوتین سروزیر بودند ملاقات داشتند. خبری خیلی خوب آن است که من و پرزیدنت 100% به ضرورت راه اندازی مناسبت‌های نزدیکتر با روسیه راضی هستیم. اگر روسیه و امریکا رژیم سفر بدون روادید را پیش از جاری نمودن چنین نظام با اتحادیه اروپا راه اندازی می‌کردند، این یک حادثه تاریخی می‌شد. فضای پیش از ملاقات ژنو باشد فرق می‌کند. جانب‌ها درباره تحکیم مناسبت‌ها حرف نمی‌زنند بلکه همدیگر را عیبدار می‌کنند. ما یگان اقدام را اولین شده قبول نکردیم که بر روابط روسیه و امریکا زیان رساند. مگر ما بر ضد امریکا تحریم جاری کردیم؟ این امریکا است که با سبب و بدون سبب تحریم جاری کرد و کرده ایستاده است. من به رئیس جمهور پوتین آشکارا اظهار کردم دوره‌ای که ایالات متحده آمریکا به عملهای تجاوزکارانه روسیه به مثل دخالت به انتخابات ما، حمله‌های کیبرنتیکی یا زهرآلود کردن شهروندانش پاسخ مناسب نمیداد گذشت. ما بدون دودلگی پاداش سزاوار چنین عملکردی روسیه را داده اهالی و منفعت‌های اساسی خود را حمایت خواهیم کرد. افزایش ناباوری طرفین از آن آغاز یافت که روسیه کریم اوکراین را سال 2014 ضبط کرد. در سال 2021 روسیه نیروهای خود را در مرز اوکراین مستقر نمود و بار دیگر انتقاد واشنگتن را به بار آورد. بایدن وعده داد که فشار را به مسکو برای قطع تهدید به استقلالیت اوکراین و نقض حقوق‌های شهروندی مخالفان سیاسی کرمل افزایش خواهد داد. در ماه اپریل ایالات متحده علیه روسیه بنابر دخالت احتمالی در انتخابات حمله‌های کیبرنتیکی و دیگر فعالیت‌ها تحریم‌های نو جاری کرد. امروز من چند قدم از جمله اخراج چند منصبدار روسیه را در پاسخ به عمل آنها تصدیق کردم. روسیه تحریم‌های جوابی جاری کرد و چند دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد. همین طریق به احتمال زیاد ملاقات ژنو در روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه تغییر وارد نخواهد کرد، ولی شاید نشان دهد که در دوره پرزیدنتی جو بایدن سمتگیری این رابطه‌ها چگونه خواهد بود.